با سلام خدمت دنبال کنندگان این کانال. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت دوستان عزیزان هستم. داستانی که امروز میخوام تعریف کنم براتون از داستان کتاب 16 حمام نوشته دکتر محمد حسین پاپلی یزدی. کتاب بسیار جذابیه. هر آنچه که در گذشته دست حدود سالهای 1940 تا 50 اتفاق افتاده. داستانی که امروز میخوام براتون بگم اسمش هست کتیرایی ها. اردیبهشت سال 1141 بود و هنوز امتحانات شروع نشده بود. من هم 14 سال بیشتر نداشتم. 2 دستگاه اتوبوس در گاراژ آماده میشد تا به بافق بروند و مسافر کتیرایی بیاورند. قرار شد منم همراه اونها به بافق برم. بعد از 5-6 ساعت اتوبوس ها به بافق رسیدند. دور امامزاده از آدم سیاهی میزد. از آدم 50-60 ساله تا بچه 8-9 ساله. آدم بزرگ‌ها رو مرد، نوجوان‌ها رو نیم مرد و بچه‌ها رو ثلاثه مرد می‌گفتند. آنها با ماشین باری و حتی بعضی با پای پیاده از دهات بهاباد و بافق اومده بودند. هر 10-15 نفری یک بزرگتر به نام آبا داشتند. آبا حسن، آبا حیدر و هر 40-50 نفرم یک ارباب کلان یا کل داشتند. اصطلاحی بود که اون روزها برای سرکارگرها به کار می‌برد. اصطلاحی که کارگرهای گاراژ برای سوار کردن مسافر کتیرا به کار می‌بردند چیدن بود. چیدن کتیرایی‌ها در اتوبوس. آقای سید محمد زیبایی، آقا سید محمد مصباح، کارگران گاراژ کتیرایی را با هر زحمتی بود در اتوبوس و بالای اتوبوس سوار کردند. بعضی‌ها بقچه‌ای داشتند. شامل کمی نان خشک و یک زیرشلوار و پیراهن اضافی. ولی خیلی‌ها هیچی نداشتن. خودشون بودن و یه زیرشلواری سیاه از پارچه جیم یزد و یک پیراهن و سلام. اونها برای 4 تا 5 ماه اجیر می شدن. اجیر یعنی کارگری که همه مخارجش به عهده ارباب است و او هم باید همه وقتش را از صبح تا سحر تا آخر شب در اختیار ارباب بگذارد. اجیری نوعی اسیری، نوعی بردگی بود. اونها خود را برای 4 تا 5 ماه می‌فروختند در مقابل نان بخور و نمیر. باید تا آخرین ناو و توان کار می‌کردند. اصطلاح کارگری در بین نبود. اصطلاح اجیر و اجیری به کار می‌رفت. سر شب از بافق حرکت کردیم و نیش آفتاب در یزد بودیم. همه گاراژها پر از آدم بود. جواد دالاندار به آقای وطنخواه مدیر داخلی گاراژ التماس می‌کرد که زودتر اینها رو راهی قزوین کنید که تمام گاراژ را پر از کثافت کردند. آخه بسیاری از اونها برای اولین بار به شهر می‌آمدند و در روستاهای خودشان مستراح نداشتند. هر جا میشد وسط بیابون کارشون رو می‌کردند. گاراژ هم 4-5 تا مستراح بیشتر نداشت. گاراژ هم 4-5 تا مستراح بیشتر نداشت. اونها بر حسب عادت و بر حسب نیاز هر کجای گاراژ میشد خود را راحت می‌کردند. آباها نانخالی را بین آنها تقسیم کردند. گاراژ مساعده ارباب‌ها رو داد و صورت حسابا بسته شد و قرار شد اونها با 2 دستگاه اتوبوس عازم قزوین شوند. هر اتوبوس تقریبا 95 نفر مسافر داشت. کارگرها کرایه رفتن به قزوین رو نداشتند. باید کرایه آنها پس کرایه حساب میشد. به علاوه سرکارگرها به ازای هر کارگر از گاراژ 50 تا 100 تومان هم مساعده می‌گرفتند. پول را بین کارگران تقسیم می‌کردند. آنها با این پول‌ها آرد و قند و چای می‌خریدند و برای زن و بچه و پدر و مادر خود به روستا می‌فرستادند. کارها به گفته خودشان راست و ریست و به گفته ما تشکیلاتی و ارگانیزه بود. یعنی عده دلال کارشون همین بود. اونها اسمشون و اسم آبادیشان را به دلال‌ها می‌گفتند و پولشون رو به اونها می‌دادند. دلال‌ها هم آرد و قند و چای رو روانه روستاها می‌کردند. از همینجا بهره‌کشی از این بیچاره‌ها شروع می‌شد. دلال‌ها در این کار سود خوبی می‌بردند. مسافر کتیرایی وقتی در اتوبوس می‌نشست، اتوبوس باید یکسره به قزوین می‌رفت. اگر وسط راه می‌ایستاد و این مسافرها پیاده می‌شدند، دیگر خودشان نمی‌توانستند سوار شوند. چیدن حدود 100 نفر داخل اتوبوسی که 38-40 نفره بود، خودش غوغایی بود. ارباب‌ها به آباها نان خالی و کوزه‌های آب را تحویل دادند. اتوبوس‌ها از گاراژ حرکت کردند. من آن سال 2-3 باری با اتوبوس‌ها به بافق رفتم و با مسافر کتیرایی به یزد برگشتم. خیلی دلم می‌خواست به قزوین و کردستان بروم و کار کردن اینها را ببینم. وقتی این مسافرها به گاراژ قزوین می‌رسیدند، نمایندگان تجار کتیرا در گاراژ حاضر بودند.
پول کرایه اتوبوس‌ها و پول مساعده‌ای که از گاراژ یزد گرفته بودند رو فوری می‌دادند. گاراژ یزد هم باید در قزوین یک نماینده می‌داشت تا پول مساعده را بگیرد و فوری به یزد بفرستد تا این پول برای گروه‌های دیگر استفاده شود. سال 1342 قرار شد من به عنوان نماینده گاراژ به قزوین برم. آخرین امتحان مدرسه تموم شد و من عازم قزوین شدم. من 4 سال سالی 1 ماه در قزوین بودم و کار گرفتن و پول و ارسال آن را به یزد انجام می‌دادم. خود این هم بخشی از خاطرات نوجوانی من است. بالاخره عازم قزوین شدم. من چشم سفید با جیب خالی سوار ماشین کتیرایی‌ها شدم و به قزوین رفتم. نه ریالی در جیبم بود و نه مدیر داخلی گاراژ گفتن حالا که تو داری به قزوین میروی تا این کار رو انجام بدی پول داری یا نه. ماشین مال آقا حشمت اردکانی بود. در راه مهمان راننده بودم و به محض رسیدن به قزوین هم که نمایندی تجار پول مساعده را دادن 5 تومان برای خودم برداشتم و باقی را فوری توسط بانک صادرات به یزد ارسال کردم. در آن سال جاده یزد تا قم همش خاکی بود. حتی از داخل شهر اردکان و نائین هم که عبور می‌کردیم خیابان‌هایشان خاکی بود. هیچ قهوه‌خانه‌ای اجازه نمیداد اتوبوس کتیرایی جلوی اون بایسته. مسافرای کتیرا نه چای می‌خوردند و نه نهار و شام. فقط توالت‌ها رو کثیف می‌کردند. اتوبوس‌ها وسط بیابان برای نماز ایستادند. حالا این مسافرهای پیاده شده مگه میتونستن سوار شن؟ هر طوری سوار میشدن ماشین پر میشد و 10-15 نفر بیرون از ماشین میموندن. بالاخره راننده و کمک راننده با هزار زحمت این بیچاره ها رو دوباره سوار میکردن. داخل هر صندلی 3 تا آدم بزرگ و 1-2 تا بچه و وسط ماشین هم آدم‌ها نشسته و ایستاده سوار شدن. در آن زمان پلیس راه و کنترل اتوبوس و از این حرفا خبری نبود. بیچاره کتیرایی‌ها همه‌شان نان خالی خورده بودند و آب. توی ماشین باد میدادند که حال استفراغ به آدم دست میداد. آقا حشمت هم سرش را از شیشه بغل دستش بیرون میبرد و رانندگی میکرد. ساعت 10 صبح از یزد راه افتاده بودیم و سحر کرج بودیم. آقا حشمت میخواست طوری به قزوین برسد که کتیرایی ها همانجا نماز صبح را بخوانند. کرج شهرکی کوچک بود. دم دروازه شهر استواری ارتشی ایستاده بود. جلو ماشین رو گرفت و میخواست تا قزوین بیاد. آقا حشمت گفت ماشین پر از مسافر کتیرایی است و جا نیست. سرکار گفت هر طور هست سوار میشوم. آقا حشمت گفت آخر مسافر کتیرایی است. استوار گفت مسافر کتیرایی یعنی چه؟ در اتوبوس را باز کرد که سوار شود. روی رکاب 2 تا بچه خوابیده بودند. در ماشین که ناگهان باز شد این 2 تا بچه پایین افتادن. حرم و بخار داخل ماشین هم زد توی صورت سرکار استوار. او بینیش رو گرفت و گفت فهمیدم مسافر کتیرایی یعنی چه. کمک کرد تا بچه‌ها سوار شوند و در ماشین را محکم بست و با ما نیامد که نمیتوانست هم بیاید. بالاخره به قزوین رسیدیم. ماشین‌های یزد به گاراژ طهماسبی نزدیک سبزمیدان قزوین وارد شدند. صبح نمایندگان تجار با پول رسیدند و من با آدم‌های جدیدی آشنا شدم. مسافرخانه‌ای بالای گاراژ، اتاقی مشرف به گاراژ را شبی 15 ریال کرایه کردم. کرایه شبی 25 ریال بود. ولی من چون 1 ماه اجاره می‌کردم و نماینده گاراژ هم بودم و البته یزدی چانه‌زن به شبی 15 ریال قرار گذاشتیم. من هر روز شاهد ورود صدها مسافر کتیرایی از یزد به قزوین و حرکت آنها به اقصی نقاط کردستان، آذربایجان و زنجان بودم. تجار از خوانین محلی و اداره سرجنگلبانی مراتع را اجاره می‌کردند و آدم‌های خود را جهت کتیرا زنی به آن مناطق می‌فرستادند. کار کتیرا برای خودش سر و سامان و تشکیلاتی داشت. تشکیلاتی که هزاران نفر آدم فقیر را از کوههای بهاباد و بافق یزد برای 4 تا 5 ماه به دورترین نقاط ایران از قوچان و بجنورد خراسان تا بعضی از کوههای جبال بارز کرمان، تفتان و به خصوص به غرب و شمال غرب کشور می‌فرستاد. 4-5 ماه به آنها خورد و خوراک و آذوقه و وسایل کار می‌رساندند. محصول کتیرا جمع می‌شد و درجه بندی می‌شد. درجه 1 آن به خارج به خصوص به شوروی آن زمان صادر می‌شد و درجه 2 و 3 آن را در داخل می‌فروختند. کتیرا مصارف دارویی، صنعتی و بهداشتی داشت. آخرین گروه کتیرایی صبح وارد گاراژ طهماسبی نزدیک سبزمیدان قزوین شدند. اتوبوس بنز موتور جلو مملو از مرد و نیم مرد و ثلاثه مرد بود. در ماشین که باز شد توی یک گند
دل و روده آدم رو به هم میزد. فکر میکردی جلوی ماشین تخلیه فاضلاب ایستادی. بخار داخل ماشین چشم آدم رو میسوزاند. دماغ و چشمم رو گرفتم و از ماشین دور شدم. کنار دیوار گاراژ ایستادم و نظارهگر خروج آدم‌ها از ماشین شدم. یکی یکی آنها رو میشمردم. یک تسبیح 101 دانه‌ای داشتم. هر آدم که پیاده میشد یک دانه تسبیح میانداختم. ظرفیت اتوبوس 37 نفر بود، اما بیش از 120 نفر بزرگ و کوچک از ماشین پیاده شدند. بیخوابی، هوای بد داخل ماشین، فشار، تنگی جا، خستگی راه باعث میشد که به محض پیاده شدن روی زمین‌های خاک‌آلود گاراژ ولو می‌شدند. ظرف چند دقیقه جلوی مستراهای گاراژ شلوغ شد. عده‌ای به قدری تحت فشار بودند که همان جلوی مستراح خود را راحت می‌کردند. سر و صدای دالاندار گاراژ بلند شد که شما را به خدا گاراژ را به گند نکشید، اما فشار وارد آنقدر زیاد بود که قسم هم نمی‌توانست باعث شود آنها جلوی خودشان را بگیرند. دالاندار نعره زد: جلوی خودتان را بگیرید، گاراژ را به گه کشیدید. بالاخره عباس آقای دالاندار یک چوب برداشت و به جان بیچاره‌ها افتاد. بچه 8-9 ساله‌ای که کتک خورده بود شلوار خود را کثیف کرد. هیچکس به عباس آقا اعتراض نمی‌کرد. هیچکس نمی‌گفت چرا ما بیچاره‌ها را می‌زنید. همه به سرنوشت اسارتبار خود تسلیم بودند. مردی بچه را کنار شیر آب گاراژ برد. او را لخت کرد و شست. هرچه دالاندار فحش و ناسزا گفت، او هیچ جوابی نداد. کار خودش را کرد. سردسته یا سرکارگر آقای دانشی اهل بهاباد بود. تذکره اتوبوس 1140 تومان بود و دانشی 14800 تومان هم پول دستی از گاراژ یزد گرفته بود. جمعاً 15940 تومان باید میداد. من باید پولها را به بانک میبردم و طبق معمول به یزد میفرستادم. صبح زود به نانوا گفته بودم که امروز فقط یک ماشین مسافر کتیرایی از یزد میاد و آخرین ماشین است. آقای دانشی اولین کاری که کرد با چند تا از کارگرهایش به نانوایی رفت. حدود 150 تا نان خالی خرید و به گاراژ برگشت. همه گرسنه بودند. بچه‌ها دور نان ریختند. معمولاً آباها باید نانها را تحویل می‌گرفتند و بین دیگران پخش می‌کردند. ولی آن روز شلوغ بازاری شد که باید دید. بچه‌ها نانهای خالی را از زیر پیراهن خود قایم می‌کردند. مقداری از نانها روی زمین گاراژ ریخت و خاک‌آلود شد. ولی کسی به خاک‌آلودگی نان توجه نمی‌کرد. بزرگ‌ها و بچه‌ها نانهای خاک‌آلود را جمع می‌کردند. آقای دانشی به من و حاج حسن اردکانی راننده گفت به بازار می‌رود و با پول برمیگردد. روزهای دیگر معمولا نمایندگان تجار در گاراژ بودند و همانجا با راننده و من که نماینده گاراژ یزد بودیم تسویه حساب می‌کردند. چند روزی بود که به علت وفور کارگر نمایندگان تجار به گاراژ نمی‌آمدند. سرکارگرها به بازار می‌رفتند ولی یک ساعته با پول برمیگشتند. آن روز تا نزدیکی‌های ظهر آقای دانشی برنگشت. حاج حسن اردکانی راننده اتوبوس می‌خواست به تهران برود و از آنجا به یزد برگردد. من هم می‌دانستم آخرین ماشین مسافر کتیرایی است. باید با همین ماشین به یزد برمیگشتم. حدود 1 بعد از ظهر آقای دانشی با لب و لوچه آویزون از بازار برگشت. خیلی پکر بود. با حالت گریان گفت تجار کتیرا میگن که دیگر کارگر نمیخوان. نمیدونم چیکار کنم. هیچ کس با من قرارداد نبست. حاج حسن اردکانی گفت من کرایه‌مو میخوام. آقای دانشی گفت من فقط 30 تومن پول دارم. باید به فکر این همه آدم باشم. دالاندار گاراژ پیش دانشی و آباها اومد و گفت کرایه گاراژ رو بدهید و زود راهی کردستان شوید که گاراژ رو به گند کشیدید. آقای دانشی گفت سر به سرم نذار که کفریم. فعلا تجار با من قرارداد نبستن و پولی هم ندارم. دالاندار چند تا فحش و بد و بیرا گفت. آباها دور دانشی رو گرفتند و در گوشه‌ای به شور پرداختند. آقای دانشی صبحانه نخورده بود. یک تکه نان خالی رو به نیش کشید. او مردی 45 ساله قد بلند و لاغر بود. شکمش به پشتش چسبیده بود. یک کت و شلوار رنگ رو رفته سرمه‌ای تنش بود. کلاه هم بر سر داشت. دماغش کشیده بود و روی صورت خشکیده‌اش مثل منقار بزرگ یک پرنده به نظر می رسید. چشمهایش مثل چشم عقاب تیز بود. با یک نگاه تمام زوایای گاراژ را می‌پایید. تمام افرادش را به اسم می‌شناخت. او 25 تومان به 2 نفر از آباهایش داد و گفت با عده‌ای بروند نان بخرند. خودش با چند نفر از آباهایش دوباره راهی بازار شد. حاج حسن اردکانی گفت آقای دانشی من باید ساعت 5 بعد از ظهر تهران باشم. سرویس یزد دارم. مسافرها همه منتظر میمانند. هر طور هست پول پس کرایه مرا بیاور. دانشی با چند نفر از مردانش به بازار رفتند.
سر و صدا و غرلند دالاندار هم بلند بود. آفتاب ظهر قزوین هم گرم بود. بچه‌های خسته و گرسنه زیر آفتاب گرم در کف گاراژ له له می‌زدند. همه نگران و چشم به راه دانشی بودند. بعضی مردها با هم جر و بحث می‌کردند و می‌گفتند دارد فصل کتیرا دیر می‌شود. دانشی هر روز امروز و فردا کرد و دیر از بهاوات حرکت کرد. حالا اگر کار نباشد چطور به بهاوات برگردیم؟ امسال از گشنگی می‌میریم. ساعت از 3 بعد از ظهر گذشت. حسن اردکانی کفری شده بود. به هرچه مسافر کتیرایی، گاراژدار، راننده و صاحب ماشین بود بد و بیرا میگفت. بالاخره از دفتر گاراژ قزوین به گاراژ تهران تلفن کرد. آمد به من گفت حسین آقا گاراژ تهران میگوید بلیط برای یزد فروخته و ماشین هم ندارد. من به تهران میروم. شما هم پس کرایه مرا هم بگیر و برایم به یزد بیاور. من ماندم با 45 ریال پول توی جیبم و 15940 تومان طلب از دانشجو و یک عده مسافر بدبخت کتیرایی. نزدیک غروب آقای دانشجو و چند مردی که همراهش بودن از بازار برگشتند. همه خسته و کوفته و پکر بودند. به همه عالم و آدم بد و بیراه میگفتند. هیچ تاجری حاضر نشده بود با آنها قرارداد ببندد. با اینکه آنها نرخ دستمزد را پایین آورده بودند، مذاکرات فایده نکرده بود. حتی دانشی پیشنهاد کرده بود که مبلغی به او قرض بدهند تا خودش راهی کردستان شود. فقط یکی از تجار 50 تومان به او داده بود. وقتی دانشی آمد، دالاندار گاراژ نبود. دم غروب آفتاب بود. دانشی وضو گرفت و روی خاک گاراژ نمازش را خواند. چشم‌های بچه‌ها و مردهای گرسنه چون آفتاب غروب بی‌فروغ بود. وسط دو نماز دانشی دالاندار آمد. سر و صدا راه انداخت که مسافران کتیرایی معمولا 3-4 ساعت بیشتر در گاراژ نمی‌مانند. فوری راهی کردستان میشن. شما تمام روز اینجا بودید. چرا نمی‌روید؟ و برای امروز باید نفری 5 ریال کرایه بدهید. آقای دانشی به دالاندار گفت ببین ما امشب همینجا هستیم و برای هر نفر هم روزی 2 ریال بیشتر نمیدم. شلوغم نکن. به بچه‌ها هم گفت کف گاراژ را تمیز کنید. تازه 2 ریال هم حالا نمیدم. وقتی خواستم راهی کردستان شویم میدیم. دالاندار در حال سر و صدا بود که دانشی گفت بچه‌ها آماده باشید که امشب باید همینجا بخوابید. دانشی 20 تومان داد که برای شب نان بخرم. من به اتاق مسافرخانه که بالای همین گاراژ بود رفتم. از بالکن جلوی اتاقم حیاط گاراژ رو می‌دیدم. خوشبختانه فقط صبح‌های زود چند تا ماشین از دهات به این گاراژ وارد می‌شدند و شب در گاراژ ماشین نبود. دانشی گفت کف گاراژ را تمیز کنید و همینجا بخوابید. اکثر این مردان و کودکان زیرانداز و روانداز نداشتند. روی خاک کف گاراژ دراز کشیدند. خور و پف عده‌ای بلند شده بود. چند نفری هم خود را داخل چادرشب کهنه‌ای پیچیده و روی زمین دراز کشیده بودند. از صبح با چند تا از بچه‌های کتیرایی همسن و سال خودم دوست شده بودم. هیچ کدام از آنها به مدرسه نرفته بودند. یا بیکار بودند یا کمک‌کار پدرشان بودند. میگفتند در دهاتشان نان خالی هم پیدا نمی‌شود. هنوز سر شب بود که عده زیادی خواب بودند. 3 بچه 8-9 ساله در گوشه کس کرده و گریه می‌کردند. از بالکن گاراژ پایین آمدم و به طرف آنها رفتم. پهلوی آنها نشستم. 2 نفر از آنها با هم برادر و با نفر سومی پسرخاله بودند. پدر 2 نفری که برادر بودند فلج بود و در ده مانده بود. پسرخاله آنها پدر نداشت. قرار شده بود که آقای دانشی برای 4 ماه به هر کدام آنها 95 تومان بدهد. خورد و خوراکشان هم به عهده آقای دانشی بود. 4 روز بود که از بهاوند حرکت کرده بودند. جز نان خالی هیچ چیز دیگر نخورده بودند. جز یک تنبان و یک پیراهن که تنشان بود با خود چیز دیگری نیاورده بودند. هر 3 پا برهنه بودند. حالا از گرسنگی و خستگی و ترس و دوری از مادرشان گریه می‌کردند. با آنها گفتم گریه نکنید. بیاین با هم بیرون بریم و کمی گردش کنیم. گفتند باید از آبا اجازه بگیرم. از آبا اجازه آنها را گرفتم. با هم به میدان اصلی قزوین رفتیم. یک مغازه بستنی فروشی بود. بستنی سنتی دانه 3 ریال بود. 4 تا بستنی خریدم. اونها در تمام عمرشون بستنی ندیده بودند. چه برسد به اینکه بستنی خورده باشند. نمی‌دانستند بستنی چیست. اسمش را هم نشنیده بودند. بستنی ها را خوردند. نمی‌دانستند باید به من چه بگویم. کمی روی نیمکت‌های دور میدان نشستیم. راجع به دهاتشان صحبت کردند. محمد 1 سال از دیگران بزرگتر بود. ساله بود و سر و زبان بیشتری داشت. او میگفت که در ده آنها خشکسالی است و بزها از گرسنگی میمیرند و مردم حتی گوشت بزهای مرده را هم میخورند. آنها برای اولین بار بود که به کتیرا میرفتند و اتوبوس سوار میشدند. اولین بار بود که به شهر آمده بودند. گفتم از اینکه باید روی زمین بخوابید ناراحت نمیشوید؟ آنها از سوال من تعجب کردند. محمد گفت مگر باید روی چه بخوابیم؟
معلوم شد در ده خودشان هم روی زمین میخوابند. منظورم این نیست که تخت خواب ندارند، منظورم این است که زیرانداز ندارند. روی زمین یا روی خاک میخوابند. تابستانها هر کس خانه‌اش پشت بام صاف داشته باشد، روی پشت بام روی کاهگل میخوابند و زمستانها در داخل اتاق یه روفرشی پهن است و روی آن میخوابند و یک روفرشی هم روی خودشان میکشند. آنها به مدرسه نمیرفتند. سپاه دانش تازه به ده آنها آمده بود و گفته بود باید بچه‌ها به مدرسه بروند. ولی آنها به مدرسه نرفته بودند. سپاه دانش با زور و تهدید تعدادی بچه‌های ده رو به مدرسه کشانده بود. ولی اکثر بچه‌ها دنبال چند تا بز آواره بیابان‌ها بودند. اواسط اردیبهشت تعداد زیادی از بچه‌ها برای کتیرا به طرف کردستان می‌رفتند و مدرسه عملاً تعطیل می‌شد. 2 ساعتی از شب گذشته بود که به گاراژ برگشتم. دالاندار داشت در گاراژ رو می‌بست. بچه‌ها وارد گاراژ شد و من به اتاقم رفتم. از بالکن جلو اتاقم کف گاراژ دیده می‌شد. مدتی به این همه آدم فقیر و بی پول ولو شده در کف گاراژ نگاه کردم. ماه کم کم بالا می‌آمد. 15 سالم بود. خودم هم نوعی بچه کتیرایی بودم. تک و تنها به قزوین اومده بودم. روزانه چندین 10,000 تومان پول پس کرایه و مساعده رو می‌گرفتم و به یزد حواله می‌کردم. خودم هم تمام تابستان اجیر بودم. مزدم یک دست کت و شلوار بود. من عاشق مسافرت بودم. عشق مسافرت مرا به قزوین کشانده بود. ناگاه از وسط جمع خفتگان کسی آواز حزن‌انگیزی را شروع کرد. صدا لطیف ولی سوزناک بود. کم کم صدا بلند شد. شب به نیمه می رسید. ولی من هنوز غرق تماشای این آدم‌های فقیر خسته که روی خاک‌های کف گاراژ به خواب رفته بودند بودم. نور نقره‌فام ماه بر آنها میتابید و فقر آنها را آشکارتر میکرد. بالاخره من هم روی تخت خواب فلزی پاکستانی مسافرخونه ولو شدم. صبح با اذان صبح سر و صدای خیل آدم بلند شد. آنها وضو گرفتند و نماز خواندند. نزدیک آفتاب دالاندار گاراژ آمد. سر و صدا را انداخت که گوگندوها بلند شوید، الان ماشین ها از دهات میآیند. شما هنوز کف گاراژ خوابیده اید. بالاخره اولین ماشین کمک کار از روستاهای العمود وارد گاراژ شد. دهاتی از ماشین پیاده می‌شدند. آقای دانشی هم شب در گوشه‌ای از گاراژ روی چند تا کیسه گونی خوابیده بود. حالا که فکر می‌کنم قیافش مثل پلنگ بود. به گاراژ رفتم. از دانشی پرسیدم من باید چیکار کنم؟ دیگه در قزوین کاری ندارم جز اینکه پول رو از شما بگیرم و راهی یزد شوم. دانشی گفت حسین آقا دعا کن امروز بتونم قرارداد ببندم. وگرنه برای شما پولی در کار نیست. ما هم بیچاره ایم. حتی کرایه برگشت به یزد را هم نداریم. او راهی بازار شد. یک ماشین از دهات قزوین وارد گاراژ شد. مسافرهایش پیاده شدند. ماشین پر از مسافر، بار، مرغ و خروس و گوسفند بود. کمک راننده بالای اتوبوس رفت تا بارها را پایین بدهد. موقع پایین دادن یک مشک روغن زرد از دست کمک راننده رها شد و به کف گاراژ افتاد. مشک پاره شد و روغنها روی زمین گاراژ ریخت. راننده فحش‌های چاربداری به کمک راننده نثار کرد. صاحب روغن مینالید که همه محصول امسالم برباد رفت. دالاندار یک قابلمه آورد و گفت حالا هرچی از روغنها را میتوانید جمع کنید. روغنها را با دست جمع کردند و داخل قابلمه ریختند. بالاخره دالاندار و صاحب روغن و کمک راننده از دور روغنهای ریخته بلند شدند. بچه‌های کتیرایی با نانهایشان روی روغنهای آغشته به خاک گاراژ ریختند. نانها را به زمین چرب می‌مالیدند و با ولع می‌خوردند. هرگز آن صحنه حزن‌انگیز، خنده‌آور و چندش‌آور را فراموش نمی‌کنم. توی 11 ساله زیر دست و پای بزرگترها می‌خواست خود را به تکه روغن روی خاک‌ها برساند. او نتوانست به آنجا برسد. نان را به پاهای برهنه آغشته به روغن پسرکی دیگر می‌کشید و او به همان ذره چربی قناعت کرد و نان خود را خورد. انسان باید خیلی گرسنه باشد که این ذره خورش برای او لذت بخش باشد. این کارخانه ذوب آهن و بهره برداری از معادن سنگ آهن بافت و گران شدن قیمت نفت تا حد بسیار زیاد این مردم فقیر را از گرسنگی تاریخی نجات داد. تا بعد از ظهر دانشی برنگشت. آن روز هم نتوانسته بود قراردادی ببندد. پرونده کتیرا در آن سال بسته شده بود. تجار گفته بودند که سرجنگلبانی اجازه ورود افراد بیشتر به جنگل‌ها و مراتع کردستان، جایی که گون کتیرا دارد، نمی‌دهد. حتی عده‌ای از تجار را به خاطر بردن آدم‌های زیادی روی مرتع جریمه کرده بودند. او به چند نفر از سرکارگرهای خود 22 تومان دیگر برای خرید نان داد. برای خوابیدن سر و صدای دالاندار هم 18 تومان به او داد
و بعد آستر جیبش را درآورد و نشان همه داد. یعنی حتی ریالی ندارد. حتی برای فردا صبح هم نمیتواند پول نان خالی را بپردازد. صدا زد آهای هم ولایتی ها، در خوردن نان صرفه‌جویی کنید. بالای بشکه‌ای رفت و به همه گفت نتوانسته از کار پیدا کند. هر کس پولی دارد به او قرض بدهد. به ازای هر 1 ریال در آخر تابستان 30 شاهی به او میدهد. دانشی نام هر کسی را که پولی به او میداد در دفترش مینوشت. از کل افراد فقط 34 تومان 1 ریال جمع شد. این مبلغ فقط پول نانخالی صبحانه فردای آنها بود. پول من هم داشت تمام میشد. یعنی عملا اگر روزی 500 ریال کرایه مسافرخانه رو میدادم 5 ریال هم بدهکار میشدم. خودم هم به فکر افتادم که اگر فردا تا ظهر دانشی نتوانست پول تهیه کند، لااقل شب به تهران بروم و از آنجا به یزد برگردم. شب دالاندار سر و صدا را انداخته بود که کف گاراژ را کثیف و مستراح‌ها را پر کرده اید. کرایه هم نداده اید. ولی کسی به حرف او اعتنا نمی‌کرد. صبح زود با سر و صدای دالاندار همه از خواب بیدار شدند. به کتیرایی‌ها میگفت چون شماها دیروز شلوغ کردید، مشک روغن مردم پاره شد. امروز قبل از آمدن ماشین‌ها از دهات باید از گاراژ بیرون بروید. دانشی به دالاندار گفت عباس آقا، من سالهاست به اینجا میایم و همیشه هم انعام تو را دادم. حالا هم انعامت را میدهم. ما را اذیت نکن. عباس دالاندار سر و صدا را انداخت. سالهای قبل هم انعام ندادی. حالا هم با این همه آدم برای 2 روز و 2 شب همش 27 تومان داده ای. خرج خالی کردن مستراح بیشتر از این میشود. آقای دانشی گفت هنوز با تو تصفیه حساب نکردم. عباس دالاندار گفت بنده خدا، تو آه در بساط نداری. دیشب داشتی از این گشنه‌ها پول قرض می‌کردی. من دیدم شب است وگرنه شما را از گاراژ بیرون می‌کردم. ملاحظه شما را کردم. حالا روز است، یالا از گاراژ بیرون بروید. عباس دالاندار پس کله یک بچه لاغر را گرفت تا از گاراژ بیرون کند. دانشی گفت بنده خدا آبروریزی نکن، ما یزدی هستیم، پول تو را می‌دهیم. عباس دالاندار گفت خدا اگر قرار بود برای تو پول برساند رسانده بود. دانشیان جوان را دست دالاندار آزاد کرد و رو کرد به همه و گفت شما از این گاراژ بیرون نمی‌روید تا من به بازار بروم. امروز یکی به من قول داده. انشالله کار درست می‌شود. دانشی به آدم‌هایش گفت کنار دیواره گاراژ بنشینید تا مزاحم ماشین‌هایی که از دهات میآیند نباشید. آقای دانشی با چند تا از مردانش از در گاراژ خارج شد و به بد و بیراهای عباس دالاندار محل نگذاشت. امروز هم داستان همان روز قبل بود. ظهر دانشی نیامد. بچه‌ها هم نانی نداشتند. آنها که تکه نانی زیر پیراهن خود بندگاه تنبان خود قایم کرده بودند خوردند. بقیه هم گرسنه و چشم به راه دانشی زیر آفتاب تیر ماه قزوین نشسته بودند. غروب دانشی و همراهانش بدتر از هر روز دیگر به گاراژ برگشتند. عباس دالاندار هم که متوجه شد دانشی بی پول برگشته است، رفت و 3 نفر گردن کلفت دیگر را آورد و با چوب به جان این بیچاره ها افتاد که از گاراژ بیرون بروید. بالاخره عده‌ای را از گاراژ بیرون کرد. من در بالکن گاراژ به تماشای این کشمکش ایستاده بودم و بیشتر از این ناراحت بودم که چرا امروز عصر به تهران نرفتم. دیدم دانشی به در اتاق من آمد و گفت حسین آقا هیچ پولی داری؟ گفتم آقای دانشی کلاً 6 ریال دارم و 2 روز از کرایه مسافرخانه را ندادم. فکر می‌کردم امروز با پول میایی. دانشی داخل اتاق من شل لبه تخت نشست و گفت امسال اشتباه کردم. 10 روز دیرتر آمدم و بعد هم این همه آدم با خود آوردم. حالا همین عباس دالاندار دارد اذیت می‌کند. پول نانخالی امشب رو هم ندارم. نمی‌خواهم دعوا کنم وگرنه با یک اشاره من این همه آدم گاراژ را بر سر عباس دالاندار خراب می‌کردم. گفت حسین آقا من آبرو دارم. این مردم از گرسنگی به قزوین آمدن تا به کوه‌ها بروند. این تاجرها هم از زحمت ما مردم پولدار شده‌اند. حالا یکی از آنها امروز 100 تومان هم به من قرض نداد. اگر اینها را به یزد برگردانم نمیتوانم پول گاراژ یزد را بدهم. این مردم در ده همکاری ندارند. خودشان و زن بچه‌هایش از گرسنگی میمیرند. جدا اگر فردا کاری پیدا نشود من که خودم را توی چاه میاندازم تا از شر این زندگی نکبتبار خلاص شوم. ناگهان داد و بیداد داخل گاراژ زیاد شد. عده‌ای با عباس دالاندار و آدم‌هایش درگیر شده بودند. دانشی خواست پایین برود. به او گفتم آقای دانشی تو خسته‌ای همینجا بخواب. من یک آشنا توی کلانتری دارم. ببینم میتوانم کاری بکنم یا نه. من 15 سالم بود. چه کار میتوانستم بکنم؟ به کلانتری خیابان عبید زاکانی رفتم. میدانستم رئیس کلانتری داماد شهردار یزد است. او در کلانتری نبود. سرپاسبانی بود. از من پرسید کاری داری؟ گفتم با جناب سروان کار دارم. بیش از 120 نفر از مسافرهای کتیره‌ای از یزد آمدند. کاری نیافته و پولی هم ندارند.
و عباس دالاندار میخواهد آنها را از گاراژ بیرون کند. اگر آنها به پیاده رو بیایند برای شما هم خوب نیست. سرپاسبان به سروان تلفن کرد. سروان تلفنی ماجرا را از من پرسید. او هم به سرپاسبان دستوراتی داد. سرپاسبان 2 نفر پاسبان را همراه من کرد و آنها به گاراژ آمدند. 30-40 نفری از کتیرایی‌ها توی پیاده‌رو جلوی گاراژ ایستاده بودند. پاسبان‌ها به عباس دالاندار گفتند جناب سروان گفته است این کتیرایی‌ها تا هر وقت در قزوین هستند باید در گاراژ باشند و در خیابان ولو نشوند. حق بیرون کردن آنها را از گاراژ ندارید. عباس گفت آنها کرایه گاراژ را نداده‌اند. سرپاسبان گفت ما به پول کار نداریم، چه پول بدهند و چه ندهند نباید در خیابان ولو شوند. عباس دالاندار آمد حرف بزند که یکی از پاسبان‌ها گفت جناب سروان گفته است اگر با حرف ایشان مخالفت کنی بیاییم اتاق تو را بگردیم. این دالاندار هم مثل بسیاری از دالاندارهای دیگر تریاکی بود. با شنیدن نام گشتن اتاق تسلیم شد و گفت هر طور جناب سروان صلاح می‌دانند عمل کنند. افسران خبره کلانتری می‌دانند که با هر کس چگونه حرف بزنند. آنها مخاطب شناس‌های درجه یکی هستند. من به اتاق مسافرخانه رفتم. دیدم دانشی سرش را در 2 دستش گرفته است و دارد گریه می‌کند. دانه‌های درشت اشک از چشم‌هایش جاری بود. گفتم آقای دانشی مسئله گاراژ حل شد. جناب سروان گفت تا هر زمان در قزوین هستید باید توی گاراژ بمانید و داخل خیابان ازدحام نکنید. عباس دالاندار هم قبول کرد. دانشی گفت نان امشب را چه کنم؟ گفتم خدا بزرگ است. گفت من که دست به دامان سید الشهدا و ابوالفضل شدم. تا این حرف رو زد من در دلم جرقه‌ای درخشید. می‌دانستم در این خانه بزرگ در کوچه پشت گاراژ روزه می‌خواند و شب‌ها شام می‌دادند. خودم چند شب برای شنیدن روزه به آنجا رفته بودم. بدون آنکه به آقای دانشی حرفی بزنم از اتاق خارج شدم و به آن خانه رفتم. در آن خانه چند تا آدم به عنوان صاحب مجلس ایستاده بودند. پرسیدم صاحب خانه کیست؟ مرد 75 ساله‌ای را با محاسن سفید به من نشان دادند. پیش او رفتم و ماجرای آمدن این همه آدم را از یزد و پیدا نکردن کار و بدون شام بودن آنها را گفتم. آن مرد محترم به من گفت شما بروید و بگویید همه آنها به روضه سید الشهدا بیایند. به مسافرخانه برگشتم. دانشی هنوز توی اتاق من بود. ماجرا را به دانشی گفتم. دانشی گفت اینها گشنه‌اند، روزه به چه درد آنها می‌خورد؟ گفتم آقای دانشی حتما صاحب خانه که شما را شب به روزه دعوت کرده به شام هم دعوت کرده است. دانشی گفت یا سید الشهدا و بلند شد و از بالای بالکن مسافرخانه صدا زد که همه آماده باشید. در حالت هیئت سینه‌زنی به روزه سید الشهدا برویم. کتیرایی‌ها به حالت هیئت سینه‌زنی از گاراژ بیرون آمدند و سر کوچه‌ای که روزه بود شروع به سینه زدن کردند. سینه‌زنان و یا حسین گویان وارد مجلس روزه شدند. روحانی بالای منبر بود و ورود هیئت سینه‌زنان یزدی را خوش آمد. روزه تمام شد. سفره شام را انداختند. این آدم‌های گرسنه شکمی از غذا درآوردند. موقع خروج از منزل آن حاجی محترم مرا صدا زد و گفت رئیس اینها کیست؟ من آقای دانشی را معرفی کردم. حاجی گفت اینجا 3 شب دیگر روزه با شام است. شما اگر در قزوین بودید هر 3 شب مهمان ما هستید. برای صبحانه هم حواله دادم از نانوایی جنب گاراژ هر چه نان می‌خواهید بگیرید. به بقالی کنار گاراژ هم گفتم تا 3 روز روزی 1 من پنیر به شما بدهد. من و آقای دانشی از حاجی صاحبخانه تشکر کردیم و از آنجا خارج شدیم. این ملت که هرگز غذای چرب و گرم نخورده بودند شب کف گاراژ طوری خوابیدند که گویی اصحاب کهف خوابیده. حتی یک نفر تکان هم نمیخورد. من خوشم آمده بود که کاری برای این آدم‌ها کرده‌ام و پیش از پیش امام حسین و ابوالفضل را دوست داشتم که آنها باعث شدند در این شهر غریب این همه آدم گرسنه سیر شوند. تا سحر با خودم فکر کردم برای گرفتن پول گاراژ و پس کرایه باید چه کار کنم؟ آیا باید صبح زود به تهران بروم؟ دلم میخواست در قزوین در کنار این همشهری‌ها باشم. شاید برای آنها کاری کنم. تصمیم گرفتم صبح زود به منزل همین حاجی آقای بانی روزخانی بروم. شاید او بازاری باشد و بتواند برای این آدم‌ها کاری بکند. صبح زود بلند شدم. دانشی خودش رفته بود از نانوایی که حاجی سفارش کرده بود نان بگیرد. من تنهایی راهی خانه حاجی شدم. در زدم. مردی در را باز کرد. مرا شناخت. گفت چه کار داری؟ آیا نانوا نان نداد؟ گفتم چرا نانوا نان داده است. من با حاجی آقا کار دارم. گفت صبر کن. چند دقیقه بعد مرا به داخل خانه هدایت کرد. حاجی در اتاقی پای سماور نشسته بود. زن و بچه‌اش هم دورش بودند. سلام کردم. حاجی با مهربانی گفت بفرمایید صبحانه بخورید. نشستم. او چای ریخت و من شروع به خوردن صبحانه کردم. جای تعارف نبود. من هم پول نداشتم.
قاطی کتیرایی ها هم نمیخواستم بشوم. ماجرا را به حاجی گفتم. پرسید شما چه کاره هستید؟ داستان خودم را گفتم. پرسید شما مگر با تجار کتیرا آشنا نیستید؟ گفتم فقط نماینده های آنها را میشناسم. حاجی روی یک تکه کاغذ مطلبی نوشت و آن را در پاکتی گذاشت و گفت شما این را ببر کاروانسرای سعدالسلطنه. حجره حاجی ابوتراب را پیدا کن و نامه را به خود ایشان بده. ایشان از تجار عمده کتیراست. من نام حاجی ابوتراب را شنیده بودم. با نماینده‌هایش هم آشنا بودم ولی خود حاجی را ندیده بودم. حدود 1 ساعت بعد در حجره حاجی ابوتراب بودم. وقتی حاجی نبود میرزایش گفت حاجی کمی مریض است و امروز نمیآید. آدرس منزل حاجی را گرفتم و به مسافرخانه برگشتم. روزی که از یزد آمده بودم 2 تا جعبه باقلوای حاج خلیفه رهبر با خود آورده بودم که زیر تختم بود. آنها را برداشتم و راهی خانه حاجی ابوتراب شدم. در زدم. مردی در را باز کرد. نامه را با 2 جعبه باقلوا به او دادم. آن مرد مرا به داخل خانه هدایت کرد. اتاقی آنجا بود. گفت اینجا صبر کن تا خبر بیاورم. بعد از چند دقیقه آمد و گفت حاجی مریض و بستری است ولی گفته است شما را میپذیرد. من وارد حیاط اندرونی شدم. حیاطی بزرگ حدود 1000 متر مربع بود. حوضی سنگی به آب زلال در وسط حیاط بود. ماهی‌های قرمز حوض را زیباتر کرده بود. باغچه‌های بسیار زیبای دور حوض قرار داشتند. گل‌های رنگارنگ به این باغچه‌ها لطافت خاصی می‌دادند. 3 طرف حیاط اتاق‌های 3 دری و 5 دری قرار گرفته بود. درهای چوبی اتاق‌ها با شیشه‌های کوچک رنگی مزین شده بود. من به راهرویی که چند پله می‌خورد هدایت و وارد اتاق 5 دری شدم. اتاقی بسیار زیبا با سقف آینه‌کاری و دیوارهای گچ‌بری تزئین شده بود. در حقیقت گچ‌بری‌های رنگی اتاق خود یک باغ بود. انعکاس نور آفتاب از حوض به شیشه‌های رنگی پنجره می‌تابید و انعکاس این نور به دیوار اتاق می‌خورد. محو تماشای اتاق شده بودم. فراموش کردم که مردی در گوشه اتاق روی تشک زربافت دراز کشیده و لحاف نازکی روی او کشیده شده است. یک مرتبه متوجه آن مرد شدم و با صدای بلند سلام کردم. حاجی سلام مرا پاسخ و سفارش چای داد. راستش تا آن روز قالی ابریشمی ندیده بودم. احساس کردم قالی زیر پایم متفاوت از قالی‌های معمولی است. آن روز نفهمیدم که این قالی‌های ابریشمی است. حاجی گفت بفرمایید بنشینید. کنار بستر حاجی نشستم. حاجی حدود 65 سالی داشت. محاسنش جوگندمی و موهای سرش کوتاه بود. چهره بشاش و خندان داشت. نشستم و احوالپرسی کردم. گفت مسئله‌ای نیست. سرما خوردم. کمی هم سینه‌ام درد می‌کند. دیروز و امروز به حجره نرفت. همان مرد که مرا وارد خانه کرده بود با یک سینی نقره در دست وارد شد. یک استکان چای در گالش نقره همراه با قندان نقره جلوی روی من گذاشت و خودش هم نشست. حاجی به من گفت موضوع چیست؟ من مسئله کتیرایی‌ها را بیان کردم و گفتم آقای دانشی 14800 تومان از گاراژ یزد گرفته است و بین کارگرانش تقسیم کرده. با آنها هم طبق معمول آرد و قند و چای خریدند و به دهات فرستادند. اگر او کار پیدا نکند برای همیشه این پول از دستش رفته است. پول بازگشت به دهات یزد را هم ندارد. حاجی گفت حالا چایتان را بخورید تا من فکری بکنم. به مردی که در اتاق بود گفت برو تلفن کن حجره و بگو حاج عباس فوری به منزل بیاید. حاجی نامه‌ای را که من آورده بودم خوانده کنار بسترش گذاشته بود. نوشته بود جناب مستطاب حاج ابوتراب سلام علیکم. حسب اطلاع موثق عده‌ای جهت رفتن به کتیرا از یزد به قزوین آمدند. گویا کسی آنها را به کار نگرفته است. شما آنها را به کردستان بفرستید. من در این کار شریک هستم. اگر هم کلاً ضرر شد آن را می‌دهم و به حساب سیدالشهدا و ابوالفضل می‌گذارم. این بیچاره‌ها نباید به یزد برگردند. در این حال و هوا حاج عباس که معلوم بود میرزا یا منشی حاج ابوتراب است وارد شد. مردی 60 ساله با ریش جوگندمی. حاجی گفت تو حساب کتیرا را بسته‌ای؟ گفت حاجی آخرین گروه را 5 روز پیش فرستادم. حاجی گفت ودی از یزد آمدند و کسی با آنها قرارداد نبسته است. بله آقای دانشی است. 3 روز است که به حجره میآید. دیروز گریه کرد ولی ما از سرجنگلبانی پروانه نداریم. حاجی گفت چند نفر هستند؟ گفت حدود 120 نفر. حاجی گفت 120 نفر؟ گفت بله. عده زیادی هستند. حاجی گفت حاج محسن آقا گفته که شریک کار است و پای ابا عبدالله و حضرت ابوالفضل را هم وسط آورده. این جوان هم که طرف کاراج یزد است وضع رقتبار این بیچاره ها را گفته است. باید آنها را به کردستان بفرستیم. حاج عباس آقا گفت آخه حاجی پروانه نداریم. فصل کتیرا هم دارد میگذرد. اینها خیلی دیر اومدن. حاج ابوتراب گفت
از این حرفا گذشته. وقتی حاج محسن آقا میگوید آنها را به کردستان بفرستیم که نمیتوانیم نفرستیم، خصوصا که میگوید شریک است و اگر ضرر شد او میدهد و به حساب سیدالشهدا و ابوالفضل میگذارد. برو کرایهشان را بده، مساعده هم به آنها بده و همین امروز آنها را به سردشت بفرست. تلگراف هم به مقصود خان بزن، بگو اینها میآیند، خودش با مجوز یا بدون مجوز آنها را به جای سامان بدهد. حاجی عباس گفت به چشم. رو به من کرد و گفت شما فوری برو پیش آقای دانشی، بگو به حجره بیاید و قرارداد را امضا کنم. من مثل اینکه بال درآورده باشم از حاجی ابوتراب اجازه مرخصی گرفتم. در یک لحظه توی کوچه‌های قزوین می‌دویدم و خودم را به گاراژ رساندم. عرق ریزان و هن کنان به گاراژ وارد شدم. دیدم آقای دانشی در دفتر گاراژ است و دارد با دفتردار گاراژ حرف می‌زند. دفتردار به آقای دانشی میگفت نمی‌شود. من گفتم آقای دانشی کار درست شد. بیا به بازار برویم. دانشی پرسید چه کاری درست شد؟ گفتم بیا برویم. حاج ابوتراب گفته است با تو قرارداد می‌بندد. گفت چی؟ همین که گفتم. گفت دیروز از صبح تا ظهر التماس حاج عباس پیشکارشو کردم. گفت نمی‌شود. گفتم به منزل حاجی ابوتراب رفتم. حاج عباس را خواست و گفت با شما قرارداد ببندد. با ناباوری گفت تو به منزل حاج ابوتراب رفتی؟ گفتم بله. او از دفتر گاراژ بلند صدا زد آبا محمد، آبا اکبر بیایید. در گاراژ سر و صدا پیچید. آبا محمد و آبا اکبر پیش آقای دانشی آمدند. 4 نفری راهی بازار شدیم. دانشی سریع راه میرفت و ما 3 نفر پشت سر او میدویدیم. به کاروانسرا و به حجره حاج ابوتراب رسیدیم. داشتن اذان ظهر رو میگفتن. حاج عباس گفت دانشی بیا خدا با تو بوده. این پسر بچه کیست؟ این پسر به منزل حاج ابوتراب رفته و من نمیدانم چه گفته که حاجی میخواهد خودش را ورشکست کند. مگر 4 ماه آزگار نان 120 نفر را دادن کار ساده است؟ دانشی گفت حاجی اصل ماجرا را بگو، قرارداد میبندی یا نه؟ گفت قرارداد و پول آماده است. فوری امضا کن. پولت رو هم بگیر که میخواهم به نماز جماعت برسم. این 15940 تومان کرایه از یزد به قزوین و مساعده گاراژ یزد. این 4060 تومان هم کرایه قزوین سردشت به اضافه مساعده. جمعاً میشود 20000 تومان. در سردشت پیش مقصود خان میروی. دانشی گفت 700 تومان هم اضافه میخواهم. حاج عباس در گاف صندوق را باز کرد و گفت این هم 700 تومان اضافه و در زیر قرارداد 700 تومان را اضافه کرد. موقع امضای قرارداد دانشی و محمد اکبر هر سه از خوشحالی گریه کردند. دانشی پولها را شمرد، همانجا 15940 تومان به من داد. سر مرا در دو دستش گرفت و بوسید. حاج عباس گفت بروید که نماز جماعت دیر شد. ما از حجره خارج شدیم. در بازار دانشی گفت 700 تومان اضافی گرفتم. 300 تومان مخارج چند روز گاراژ میشود. 200 تومان هم انعام برای تو گرفت. هر کار کرد من پول را نگرفتم و گفتم ممکن نیست. من اگر کاری کردم برای شماها کردم. پول نمیخواهم. هر کار کرد گفتم پول هم نمیخواهم. ناراحت هم میشوم. در گفتگو بودیم که دانشی وارد دهنه گاراژ شد. فریاد زد آهای وسایلتان را جمع کنید. قرارداد بسته شد. تا 1 ساعت دیگر به طرف سردشت حرکت میکنیم. من در تمام عمرم چنین شادی را ندیدم. امروز که این خاطرات را مینویسم درست 45 سال میگذرد. شادی‌های بسیار دیدم، اما شادی این آدم‌های مستضعف، بی‌زبان و بی‌سواد، تسلیم و ساکت و نگران از نوع دیگری بود. تا 1 ربع صلوات می‌فرستادند. صلوات بر محمد و آل محمد. تشکر از خدا و دعای خیر به بانی کار. مگر غیر از سیدالشهدا ابوالفضل کس دیگری هم بانی کار بود؟ عده‌ای دور دانشی جمع شدند، مثل اینکه حرف او را باور نداشتند. گفتند چی شد که قرارداد بسته شد؟ دانشی گفت نمیدونم. هر کار بود این حسین آقا کرد. با آنها مرا بر سر دست بلند کردند، دور گاراژ گرداندند و من از شادی آنان چنان شاد شدم که هرگز دیگر در عمرم آن شادی به من دست نداد. دانشی به چند نفر از آباها پول داد و گفت نان بخرید. آن روز 20 تا هم هندونه خریدم. از دانشی خداحافظی کردم. رفتم نهار بخورم و به سوی تهران حرکت کنم. داشتم نهار می‌خوردم که آقای دانشی آمد و گفت آقای پاپلی اصرار می‌کنم 200 تومان رو بگیری. گفتم نمیگیرم. گفت برای تو چه کار کنم؟ گفتم من به یزد میروم. 1 ماه از در قزوین بودم. مادرم نگران است. بعد از چند روز برمیگردم سردشت. شما قرار بگذارید من میایم سردشت شما رو پیدا میکنم. میخواهم چند روزی آنجا باشم. ببینم چطوری کتی را میگیرید. گفت به چشم. حتما این کار را بکن. صبح روز بعد اول آفتاب یزد بودم. بالاخره با تن کوفته و خسته صبح برای صبحانه منزل رسیدم. مادرم که مرا پس از 1 ماه میدید چون جان شیرین در بر گرفت. امیدوارم که از داستان امروز هم لذت برده باشید. اگر از داستان امروز هم لذت بردید و دوست داشتید خوشحال میشم که کانال من رو به دوستان عزیزانتون معرفی کنید و لایک و کامنت یادتون نره.
تا داستان شیرین دیگه، بدرود.